سری منگول آباد. نه سری منگولند. Let's do it. برو بریم. خیلی خوش اومدید به 100 روز ماینکرافت سوروایو در ماینکرافت بدراک. خیلی خوش اومدید. روز 0 هستم و در کوهستان و بله در کوهستان و برف هستیم. مرسی از اینکه این ویدیو تماشا کردید. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. همونطور که میبینید یک ماد F5 هم اضافه کردم که بتونیم زاویه دید رو سریع عوض کنیم. این زاویه رو خیلی دوست دارم. بریم چوب بزنیم، درخت بزنیم، چوب بزنیم. اوه همین اول کاری فکر کنم به چوخ رفتیم. ای حالا همه جا واسه ما یخ شده. ایوا بنازم اون چی بود اون چه پرد شد. از این ور میریم. اسم اینا درخت باید فکر کنم. درخت اسپروس و درخت کاج. درخت اسپروس میشه انگلیسیش. وای دوباره به چوخ رفت. اوکی این برفا که شکلین. پس بریم داخلشون. نظر سنگ میکنیم.
چی صدا گوسفنده رو؟ یه عدد سور، یک عدد عکس، یک عدد هم پیککس داره به مرتب میچینیم. قراره تو این سری منظم مرتب باشیم تا هاشوهای گرفته. ایول بارم چری تا بارم چری یا هم بارم گیلاسه. تازه به مایکروفون نسخه یک پیس اضافه شده. بعد یه سر میریم اونجا چوبای اونجا رو میکنیم و ذره نهال برمیداریم. امیرالدو باید با کلنگ آیرونی بکنیم. یه سر دوباره برمیداریم. همونطور که مشاهده می‌کنید شیدر زدیم. بابا چه شیدری؟ اسم این شیدر زینی شیدره و برای نسخه 1.2040 فکر کنم هستش. میتونید در گوگل سرچ کنید زینی شیدر و اونو دانلود و به ماینکرافتتون، ماینکرافت بدراک اگه میخواد روش شیدر بزنید اضافه کرده و لذت کافه رو ببره. که یه ذره کول یا همون زغال ماین میکنیم تا برای پختن آیرون مشکلی نداشته باشه. البته آهن رو که نمیپزن، آهن اصلا اسپینا میگن اکسید آهن. اکسید آهن ترکیب آهن و اکسیژن هستش و اکسید آهن به همراه کربن ما بحث علوم شد داخل کوره قرار میدیم و کربن دی اکسیژن به همراه کربن میاد بیرون میشه کربن دی اکسید و اون اکسید هم میشه آهن خالص به صورت مواد مذاب ته کوره قرار میگیره. چرا بحث علوم شد؟ ویو رو چه ویوی داره؟ بذار من یه صحنه از این ویو داشته باشم. جوری میکنیم. Oh my god! ببین یعنی کیف میده اینجا یه خونه بسازی، یه خونه مشتی ها. بعدا میریم میایم اینجا و خونه رو به پا میکنیم. یه خونه میسازم ما کیف. که اینم از آخرین آهن که ما ماینش میکنیم. بذار همجا یه خونه بزنیم، خونه موقت. بزنیم زغالا رو اینجا بردارم هم به نفع مونه.
ذوق‌ها بیشتر داریم تا خونمون رو بسازیم. تو دیگه چی میگی؟ من یه مود انیمیشن حتی کردن در رو دانلود کردم ولی مثل این کار نمیکنه. بذار حجم میکنه رو افزایش بدیم تا بتونیم فضای بیشتر برای زندگی کردن داشته باشیم. اوه شیت. بذار من یه دوتا فرنیس هم بسازم تا بتونیم با هم دیگه آهنا رو بپزیم. اول غذا رو گذاشتیم و نصف آهن بقیه سوقالا گرسنمونه. اول غذا رو می‌خوریم بعد 21 آهن رو میذاریم تا بپزیم. اوکی سیر شدیم. بذار من سقف خونم یه ذره بیشتر کنم تا فضای بیشتر داشته باشیم. اوکی خانه دنجی شد. اوکی اگه از این ویدیو خوشتون حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل ما هم ساب کنید و یک کامنت انگلیسی هم برام بنویسید. ممنون میشم. او چه جالب. سب کن ایول با این زاویه دید میتونیم غارهای زیر رو ببینیم. اون غار حالا بیرون شده میخواد آیرون امرالد داره با کلی ما. حتی میتونیم بیرونم ببینیم ببینیم صبح شده یا نه، ولی ما از این قابلیت استفاده نمی کنیم چون یه جورایی چیت حساب میشه تقریبا.
چیه این؟ چیه اسپروستور؟ ای فکر کنم منظورش اسپروستور انیمال مربوط به اون مودی میشه که دانلود کردیم. دقیقه وایس ببینه در رو زدیم. لا بسم الله. ای شد این بریشون وایسا. یا الله چرا این بری شد؟ اوه آره همون. خب مثلا که مود اینجوری کار میکنه. چه جالبه. 21 آیرون این بر 21 آیرون این بر ای بر فول آیرون شدیم. من چند تا استیک بسازم. کلاه، چسپله، شلوار و بوت یعنی چکمه. یه دونه شمشیر آهنی، یه دونه عکس آهنی، عکس تبرو، یه دونه کلنگ آهنی. یه دونه بیلم بسازیم دیگه. چی میشه؟ یه دونه سطل هم میسازیم. یه دونه شیلد یا همون سپر کجاست؟ اینم میسازیم. بقیهشو می‌بینیم. فکر میکنیم بعدا چی بزنیم. هشتا دیگه آیرون داریم. بذار بقیهش میکنه وه بسازم. وه بقیهشم این اسمیدینگ تیبل. نه برای ندرایتی بذار دونه قیچی بسازم. آره قیچی. کل آیرونمون تمام شد. نه تمام نشده. از این ریزا میکنیم. این تورچه رو میکنیم و با اون آیرون ریزا و این تورچه یه دونه لنترن میسازیم یا فانوس. بابا چقدر زیبا. خیلی هم مشکل نورانی. فکر کنم صبح شد. آره صبح شد. چه صبح زیبایی در این کوهستان برفی. این شیل اون کو سونه. آها اینا هاشش خیلی ریزه. شیف که وقتی میشینیم معلوم میشه توی منگفت پیدرک باید بشینی تا شیلت برات سپر بگیره. چه این زغاله خیلی رو مخم. بذار من زغاله رو با کلنگ سنگی بکنم. سایر خونه رو خیلی زشت کردن. یک دانه پلته کابلستونه و اساسیم. چرا اینجوری شد؟ بذاریم اینجا و دیگه جب چیزی میشه دیگه. باحال داره خونه تو کوه.
خب بچه های با منم دمتون گرم که این ویدیو دید. دیگه از این ویدیو خوش اومد حتما ویدیو رو لایک کنین و اگه دوست دارید ساب کنید ما رو و یه کامنت هم برام بذارید، به نظرتون در مورد این بگید. اگه این ویدیو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید. مرسی. میسپارم به خودتون، خداتون، خانواده‌تون. فعلا.